انسان‌های بزرگ که قلب‌ها رو تسخیر می‌کنن حب انتقام ندارن. انسان‌هایی که دلشون خیلی کوچکه حب انتقام دارن. الم نشرح لک صدرک، آیا سینه تو رو منشرح نکردیم؟ خدا بهش میگه. علما میگن اسباب انشراح صدر سه تاست: صبور بودن و گذشت کردن. انسان‌های کوچک با دل کوچک، کم طاقت، کم حوصله، دنبال انتقامن، نمیتونن ببخشن، خودخوری میکنن، شب و روز آرام ندارن. دومین اسباب انشراح صدر این که انسان نگاهش دور بکنه به همه انسان‌ها، نگاهش زیر پاش نباشه به خویشاوندان خودش، به دور و بر خودش، نه به همه. سوم مخالف پذیری جانانه لازم هست. باید بر بگردیم، هیچ راهی دیگه نیست. دنبال خشونت نرو که خشونت تو رو شکست میده. خشونت و ظلم مثل اسلحه است که لولش به طرف خودته، فکر نکن به طرف دیگری است. خشونت در همه مذاهب انسانی و مذهب عقلا و در همه ادیان آسمانی محکومه و محکوم به فناست. این مهربانی است که پایداره، این گذشته که پایداره. بیایید معاندین رو تبدیل به مخالفین بکنیم و مخالفین رو تبدیل به موافقین بکنیم. بیاییم دست دوستی به هم دیگه بدیم. امکانات، ظرفیت‌ها، محبتت، استعداد و هوشت، تجربت، ایمانت، اخلاقت، هر ظرفیتی و امکاناتی که داری، چه مادی چه معنوی، ازشون دریغ نکن. همه رو در خودت سهیم بکن. یک صندلی میذارید اونجا. بعضی از ما وقتی صندلی رو پست و مقام ازش میگیرن کسی سلام خدا بهشون نمیکنه و وقتی هم صندلی دارن مردم از ترس بهشون سلام میکنن. ما نمیخوام اینطوری باشیم. ما نمیخوام وقتی صندلی خدمت از ما گرفتن مردم به ما سلام نکنن، وقتی رو صندلی قدرت نشستیم مردم از ترس به ما سلام بکنن.